با یاد نام خدا در حال آبیاری قطره‌ای باغ هستیم، باغ انگوری. در حال آبیاری تاکستان هستیم با سیستم قطره‌ای در راستای بهینه‌سازی و استفاده صحیح از آب. باغ انگوریمون رو قطره‌ای کردیم، هم تا آب صرفه‌جویی بشه، هم کمکی بشه به آب‌های زیرزمینی، سفره‌های آب زیرزمینی. اینم انگورامون هستش. از بهترین اصول نگهداری و سم و کود و تقویت استفاده شده. الان ابتدای برج 3 هستیم، آخرین ماه بهار، 10 خرداد ماه هستیم. اینا هم هندون خربزه از کاشتیم، در اومدن ملونن. اینا ملون هستش، کاشتیم، همشون سبز شدن و همه داخل باغ و سیستم آبیاری میکنیم. بهترین روش آبیاریه، بهترین صرفه‌جویی در روند آبیاریه و بهترین بازدهی هم تو تولید انگور داره این آبیاری قطره‌ای، چون هرچه آب هستش به صورت قطره چکان میره به ریشه میرسه. با آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه شما کاربران عزیز حاضر در یوتیوب و همه یوتیوبیاران عزیز، همتون رو به خدای متعال می سپارم.